با استقبال 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای بنیادکاری و آبادانی در میقیاس شهر و دهات ولایت وسعت می‌گیرد، زیرا تا تجلیل این جشن بزرگ ملت فرصت کمی باقی مانده است. در این ردیف ساکنان کسب و کار گوناگون ولایت نیز با جانبداری پر از سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و جهت اجرایش دستور و سپارش و هدایت‌های سرور دولت عاید به آبادی محل زیست از میقوی دارند که هرچی بیشتر در این سمت سهم گذاری نمایند. چنانچه امروزها تعمیر و از نفسازی راه‌های نقلیاتگرد حدود جماعت‌ها، منفرش‌کنی کوچه و پس‌کوچه‌های داخلی محله‌های دهه‌ها با جلب اهالی و مبلغ گذاری صاحبکاران و سخاوتمندان و دیگر قشر جامعه با مرام ادامه دارد. این سمت کار در شهر پنجگند مورد نظر گروه ایجادی ما قرار گرفت که اهالی طریق حشر و به خصوص پیران کار با مبلغ برای سفر حج جمع نموده خود کوچه های محلی زیست را منفرش و مکان خود را آباد کرده ایستادند. تبریک اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن ملاقات با قشرهای گوناگون جامعه تاکید می‌سازند دوست داشتن وطن از آبادی محل زیست آغاز می شود و با نظر داشتن این گفته ها ساکنان ولایت سوق نیست در روند کارهای بنیادکاری و آبادانی سهمگذاری می نمایند. طوری که قبلا ذکر کردیم آبادی محل، ده، ناحیه و شهر را انعکاس کننده این حالت راههایش به حساب می رود و از این نقطه نظر هم کدام ده و ناحیه و شهری که راههای آباد دارد حسن دیارش پرتراوت و دقت جلب کننده به حساب می رود. از اینجاست که طی سالهای آخر تعمیر از نفسازی راهها وسعت تازه گرفته با دستگیری و مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و شریکان رشد راههای اهمیت بین المللی داشته از نفسازی و دیگر راههای نقلیاتگرد حدود جمهوری نیز تعمیر از نفسازی و منفرش گردیده ایستادند. امروز روند تعمیر و منفرش کنی راهها در همین شهر و دهات ولایت به مشاهده می رسد که به آن از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت آغاز کرده تا شهر و ناحیه ها صاحبکاران و اهالی سخاوت پیشه کمک کرده ایستادند. البته روند کارهای آبادانی و بنیادکاری خود گواه آن است که 35مین سالگرد استقلالیت دولتی کشور عزیزمان با دستاوردهای بزرگ که فراگیر آبادی و سازندگی، رشد اقتصادیات و اجتماعیات، صلح و ثبات پایدار، یکدلی و یکمرامی و دوستی و یکدیگر فهمی تمام قشرهای جامعه است استقبال گرفته می شود.